به نام خداوندی که زیمشتی خاک جان آفرید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، درباره یک گیاه با نام اپیمیدیون پستا استحصال ترکیه خواهیم به شما کمی معلومات داد. دوستان عزیز، پیش از معلومات را آغاز کردن فراموش نسازید که دارو، طبیب همه اینها سبب هستند. شفا را باشد خداوند خودش می‌دهد. و ما باشد آغاز میکنیم. اپیمیدیون پستا داروی خلقی کاملا طبیعی می باشد که از کمپوننت های طبیعی ساخته شده است. دارو با آزادشوی مقدار ضروری استروژن در زنان و تستوسترون در مردان مساعدت می کند. اپیمیدیون پستا از روی مطابقه ماده خمیره عبارت بوده از عسل و گیاهان گوناگون عبارت است. هنگام استفاده منتظم و درست به سلامتی عمومی آدمان هر دو جنس زن و مرد تاثیر خوب می رساند. اینچنین اکثر وقت ورزشکاران برای بهتر کردن فعالیت ورزشی خود استفاده میبرند. اپیمیدیون پستا در کدام بیماری ها استفاده برده می شود؟ استرس یعنی رو افتادگی و خستگی جسمانی، برقرارشوی بدن پس از بیماری ها، ایمونیته را با قوت کردن، نمودهای گوناگون نیورزه ها، اینچنین بیخوابی، سست شدن علاقه جنسی در مردان و زنان از جمله ویرانشوی حیض هنگام دوره مینوپاوزا، بواسیر یعنی گیمروی، بهتر نمودن جمعشوی میوگلوبین در موشک‌ها، بلند برداشتن استحصال تستوسترون برای بهتر کردن گردش خون در قبضه مغزی سر که به بهتر شدن خاطره، تفکر منطقی و تمرکز مساعدت می‌کند. اپیمیدیون پستا خون را به اعتدال می‌آورد، کاری سیستم‌های دل، رگ، هاضمه و عصب را بهتر می‌کند. این دارو تنها از کمپوننت‌های طبیعی عبارت است و در ترکیبش علاوه‌های سینتتیکی، رنگ و کنسرواتورها ندارد. ترکیب اپیمیدیون پستا از چی عبارت است؟ اکسترکت نهال گریانکای کره، عسل پلیفلورالی از نمودهای گوناگون رستنی‌ها، گردآلود زنبور عسل، ژله شاهی لیوفیلیزیت شده، کنکور پیرو لپیدیوم، اقتبار تریبلو، گینکونگ بیولا اوسری برگ، ژنشنگ سرخ، ژنشنگ امریکایی و سیبری، خوکای کراب رژای درخت، زنجبیل یعنی ایمبیر، دارچین، ریشه گلنگ، برگ‌های نقل یعنی برگ‌های کراپیوی، کدو، اوبیوس، برگ‌های کولا، وانیل، شربت گلوکوز و شربت توت. غیر نشان داد: هنگام حامله‌داری و سینه‌مکانی، دیابت قند و مشکلات دل با احتیاط استفاده می شود. اینچنین درباره عکس‌العمل‌های احتمالی آلرژی به عسل و دیگر جزوه‌های علفی فراموش نکنید. طرز استفاده بردن: در یک روز یک مرتبه شکمی سر استعمال کنید. نیم قاشقچه میده. بعد 7 روز یک قاشقچه میده. کم کم استعمال بکنید. یا اینکه در 50 گرم آب جوش آمدگی یا اینکه چای گرم یک قاشقش را آمیخته کرده نوشید. در 3 جهت استفاده بردن ممکن است. یکم 30 دقیقه پیش از همخوابگی، دوم 30 دقیقه پیش از کار جسمانی، سوم 30 دقیقه پیش از ورزش، یا اینکه حداقل 30 دقیقه راه گردید تا اینکه فایده‌اش را فهمید. دقت. با قاشقچه آهنی ممکن نیست استفاده بردن. تنها با قاشقچه چوبی، پلاستیکی، شیشگی استفاده برید. پیش از استفاده بردن یک بار آمیخته‌اش بکنید. محصولات برای شخصانی تا 18 ساله توصیه داده نمی شود. اپیمیدیون پستا را در جای خشک در حرارت نه بیشتر از 20 گرادوس بالا نگاه دارید. وزن خالی 240 گرم. استحصالش کشوری ترکیه می باشد. اینها سبب خدا شفا فرما همراز شما.